هفت درود به عزیزای دلی این ویدیو رو میبینید. امیدوارم که حال تک تکتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی بررسی چی؟ حساب $10. آقا این حسابی که واسهتون آوردم 800 900 تومن ارزششه. $10 میشد $1. ولی خب دیگه تنها اکانتی که داشتم همین بود و گفتم همینو واسهتون ویدیوشو بذارم و ببینید دیگه. بیشتر از این هم حرف نزنیم، بریم که آیتم های این اکانت رو بررسی کنیم. خب آقا ما از تا شروع میکنیم. ست باندل کامل 123 تا داره که شامل اینو میشه. اینجا هم که این خیلی گاده است. خب من اینو میذارم. ماسکاش چی موهاش، ببینید موهاش گاده ولی این با چیز میاد دیگه. این برزیلیه، این داره، اینو داره، اینو من اینو زدم. بقیهش هم که چیز آنجان مهمی نیست. این حساب 800 تومن ارزششه. 800 900 فروشی هم هست، اگر کسی پسند کرد بیاد بگیره. آقا دیگه این ماسکاشه، ماسک مستریو داره، این ماسک چیزا هم داره، این کوه رو داره، اینم داره دیگه. چی بگم آقا، ما بریم یکم پایین تر. این چی بود؟ این هم داره. گاده چرا پین نشده دیگه نزیده میشه. دلم مسته لا 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 لا. داداش خب 330 تا ست داره. این ست فوتبالی برزیل رو داره، اینو داره، اینو داره دیگه، اینو داره. این گازاج قدیمی هم هست، اینم داره دیگه. فکر نکن شلواراش، آقا این شلوار چیزا رو داره. شلوار باکسی بود، این شلواره رو داره. چه سه تا قشنگی شد. اینو رونالدو هم داره. ست کاملشون شلوارشو داره. عجیب و غریبه. اینو بزنی این چیه؟ اینو بزنی دیگه. کفشاش این دمپایی رو گذاشتم. این کفشی که تو باکس بود و خودم در آوردم. اینو داره. این برزیلی سیاه خز شد ولی حالا دیگه قشنگه دیگه. دنس آقا 32 تا دنس داره. دنس قلب، این یه خنده. این دنسه رو من گذاشتم. این عینک رو میاد یه گودی خاصی تو چهرشه. به به چقدر خفن شده. آقا ویدیو 3 دقیقه ازش گذاشته. گاناش هم بریم ببینیم، یه گالری بزنیم. آقا از گالری چیزی معلوم نیست خب، ولی از هر گان بهترینش داره. مثلا انفو رو که دوره این دوره یه ریت یه دمیج دوریت اوکیه. اینم که ایکی دوریت رو داره. این فکر کنم رایگان داد به همه اگر اشتباه نکنم. اسکارش هم که اینو گذاشته قدرت ولر. اینو نه یه ریت 2 دقته دیگه. این 2 دقته. این فاموسش هم دوریته. اکسمش دوریت رو داره. ببین واسه پلی دادن همه چی اکانت گودیه دیگه. این 94 هم که اینو گذاشتم قدرت دوره. پلاس باشن که هیچه. ایوجیش هم که نداره. پاروفل داره. لجند اینو هم داره. ریت داره. این چی داره؟ مگزین حالا نمیدونم. اینم که دوریت داره. لجندریش هم داره. خب دوریت گذاشتم دیگه. حالا عوضم میشه دیگه. وود پیکرش هم که این وود پیکر رو داره. وود پیکر قشنگیه. بذار بگیرمش تو دست. اینم داره. قبلا اومده حدود 1-2 سال قبل. این امشس آتیشی هم که داره. بهترین امشس دیگه. چی بخونم یو ام پی ساکورا. ساکورا باشه یه حرفی نمیشه زد. ببری و نمیدونم. این کاستومیر هم داره که رایگان میداد. MP5 هم که گردونه رو داره.
قدرت نداره. درسته این دوریت رو گذاشته دیگه، VSSش هم که اینو گذاشته قدرت دوریت، امپیچلش هم که هم بانیو داره هم امپیچل آبی اینکو، P90 اینکو هم داره. دوریت رو گذاشتم دیگه، ریت دار نداره، این هم ریت داره، این هم ریت داره، ولی خب اینی که گذاشته بودم دو ریت بود. درسته آره. خب اینام که هیچی، M10 برفی داره، اسپاسش هم که دو ریتو داره دیگه، دلولش هم که اینو 20 روز داره. رفیق آمده اسپین زده بسش، ولی خب این هم داره دیگه. تایمی بود دیگه. اسنایپرش هم که دو ریت خوبه. دیزرت و ایناش هم که کار را بندازه دیگه. چه میشه دست گرفت؟ آره خب چرا دست نگیره. کاتاناش اینو بذار داداش، اینش هم که بذار این چوبه رو بگیرم. این چیه؟ اینم داره؟ من ندیدم اینا رو. ایوه. خب آقا این بود از ویدیوی حساب، چرا اومدم اد دادم چرا به مردم. آقا این بود از ویدیوی حساب $10. مرسی که این ویدیو رو دیدید و اما ما بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب چنل من یادتون نره. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.